ما 5 تا باید بیشتر نداریم و اونم 5 تا اصل اخلاقی: عدالت و انصاف، واقعیت و حقیقت، محبت و عشق، حرمت و حیثیت و رهایی و آزادی. آدم سالم بیش از این باید نداره. چون شما تو صحبتتون چند بار باید کی گفته باید؟ یعنی ما باید این گونه مثلا با درس اون رو بخونیم. یعنی اولا یه مقدار بهتر هست ولی در مورد بایدش بس. دوم، شما مثل اینکه درخت‌های متفاوتی دانه‌های مختلف رو می‌کنید. یکی گوجه فرنگیه، یکی فرض کنید که درخت انگوره، یکی درخت چناره، یکی درخت پرتقاله. این که ما دائما باید به ببخشید بقیه نگاه کنیم و بگیم اون چرا قدرش اینقدر، من چرا اونه، اصلا قرار نیستم که دنیایی داشته باشیم. من بچه‌هام حق نداشتن بگن من ای گرفتم 3 نفر دیگه ای گرفتم. بگم به تو چی؟ برای اینکه تمام بدبختی انسان امروز صبح اشاره کردم از مریاض مقایسه و مسابقه است. من شعاری دانشگاه تهران داشتم چون این مقدار شعار ما مجبوریم داشته باشیم و اون این بود: خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبختی است. مورد دیگه، من بچه‌ام وقتی کوچک بودن گفتم من اصلا پسر خوب دوست ندارم. من پسر متوسط دوست دارم. شما قرار نیست خوب باشی، شما قرار متوسط باشی. حتی به دهنم میگم خدا آدمای متوسط بیشتر داره، بیشتر از ما خلق. ببینید ما به دلیل ضعف و نادانی و ناتوانی که اشاره کردیم و بعداً تبلیغات پدر و مادر که خودشون از محرومیت ها میان، یه عده‌ای ما تمام مدت باید پیش بریم. من صدها بار رو خط رادیو تلویزیون با دوستانی روبرو شدم که 2 تا 3 تا دکترا دارن، استاد دانشگاه دارن، ولی همچنان احساس خالی بودن، بی کس بودن، هیچ بودن رو دارن. برای که مسائل عمیق‌تر و سنگین‌تر از دیگه. من قرار رشد خودم رو بکنم. من بوته گوجه فرنگی هم باید گوجه فرنگی بشم. من درخت سیبم پرتقالم با درخت خودم بشم. قرار نیست با دیگران کار داشته. موضوع بعد. ببینید از شما 2 نفر راجع به موفقیت صحبت کردید. من بحثم این است که آدم موفق کسی است که اولا در چارچوب سلامت فیزیکی و روانی حرکت می‌کنه. یعنی شما هرگز نمی‌تونید سلامت فیزیکی خودتون رو به خطر بیاندازید، بیمار بشید، گرفتار بشید، 5 سال از عمرتون کم کنید، دکتر بشید. شما هرگز نمیتونید بیمار روانی بشید با اضطراب و خشم و عصبانیت و ناراحتی زندگی کنید دکتر بشید. من دیگه همچین آدمی که دکتر شده، میلیونر شده رو هرگز موفق نمیدونم، برنده میدونم. You are a winner. You are victorious. شما پیروز شدید. اما شما موفق نیستید. موفق کسی است که دکتر شده، میلیونر شده، شهردار شده، سلامت فیزیکی و روانیشو هزینه نکرده، خوشبختیشو هزینه نکرده. شما نمیتونید زندگی کنید با رنج و ناراحتی و ترس و اضطراب و دکتر بشید. که چی؟ دکترا به شما چی میده؟ دلتون خوشه که به جای 5 نفر 50 نفر اداره میکنید؟ دلتون خوشه که به جای ماشین $5000 $50000 سوار میشید؟ دلتون خوشه که خونه‌تون به جای 2 تا اتاق خواب 4 تا اتاق خواب داره؟ اینا ارزش این داره که زندگیتون رو، حستون رو، احساستون رو به هم بریزید. من 2 بار با معلم فرزندم فرید دعوا کردم که من صبح اینو بیدار میکنم تا 3 بعد از ظهر تحویل شما میدم. چرا بهش هومورک میدید؟ این اومده زندگی کنه. این نمیاد تمام کتابا رو تو مغزش بریزه. کتاب من تو وجودش میکاره. بنده که بچه‌ها رو با کتابخون بار آورد. کتابخون بار بیارم و ببخشید ما حواسمون رو احتیاج داریم قربونتون. ممنونم. مرسی. کتابخون بار بیارم تا اینکه درس خون بار بیارم. بنابراین اون چیزی که اهمیت داره این است که این همه حرص برای این پیشرفت که با خانم، من سال 1975 مسئول کنکور دانشگاه تهران بودم با دکتر کارتون. ما قبل از اینکه نتیجه کنکور اعلام کنیم اون سال ما 503,000 نفر داوطلب داشتیم، 34,000 تا جا داشتیم. ما به تمام بیمارستان‌های تهران و شهرهای بزرگ اعلام می‌کردیم که آماده باشن برای خودکشی. برای که میزان خودکشی در اون هفته تا 2 هفته بعدش بیش از 1200% بالا می‌رفت. یعنی همینقدر که نتیجه کنکور میامد بیرون که من قبول نشدم، طرف را خودشو میکش، برای که همه زندگی بود. ما در یه جامعه زندگی میکنیم که به خاطر ویژگی خاص فرهنگیمون مسئله علم و پیشرفت مهمه. ضمن تنها راه این که طبقه متوسط بتونه خودشو بالا بکشه مسئله تحصیلات بود. امروز در ایران تحصیلات تبدیل شده به یه چیزی که اصلا کل زندگی است. یعنی من صدها بار رو خط رادیو که دیگه اصلا خصوصی
با آدمای روبرو شدن که فقط فکر کنن ما تو زندگیمون یه آدم یه بعدی هستیم که باید همینجوری مدارکو بگیریم بریم بالا. بعد شما نگاه می‌کنید به استادای دانشگاه، نگاه می‌کنید به پزشکان، نگاه می‌کنید به دندان پزشکان، بیش از 30%شون obsessive compulsive personality disorder دارن. بیش از حدود 30%ش تو این چارچوب OCD دارن، obsessive compulsive disorder دارن. یعنی شما یه آدمی رو با یه بیماری تمام عمرش رنج می‌کشه، یعنی یه پاشو میشکنی تمام مدت، امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، نمیتونه درست راه بره ولی تو خوش دکتره. نه اصلا خب بدید بود نه من نمیدونم شما دیر اومدید اصلا کار نداره اصلا حتما درسته حتما مچوار میره انتخاب. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم شما یه مقدار تو اون بایدها باید تجدید نظر کنید. یعنی این که ما اومدیم تو این دنیا، ببینید عزیز، ما اومدیم تو این دنیا با یه واقعیت روبرو شدیم که ما نیازمندیم و برای رفع نیازهامون باید تولید کنیم. حالا که باید تولید کنیم باید دانایی و توانایی تولید داشته باشیم. بنابراین اصلا مسئله مدرسه و کار و اینا پیش آمده. اگر به اندازه‌ای که هوا وجود داره که با ارزش‌ترین کالای دنیاست، به اندازه کافی وجود داشت، ما الان نه مدرسه می‌رفتیم نه درس می‌خوندیم نه کار می‌کردیم. نمی‌خوام بگم خوبه یا بده. دست من این است که ما متأسفانه شما از نظر من 20,000 بار، 30,000 بار، 50,000 بار در کودکیتون به خاطر درستون، نمرتون، موفقیتتون این دانشگاه قبول شدید، اونجا رفتید، تحصیلات گرفتید، دکترا گرفتید، براتون تشویقتون کردن. یه دفعه همه زندگی شما شده اون. یعنی ما زندگی نمی‌کنیم، ما فقط زنده ایم. بعد شما اشاره فرمودید به آنچه که در سراسر جهان معلومه هست. شما نگاه کنید به آمار بیش از نیمی از کسانی که تو مسابقات المپیک شرکت میکنن و بیشترشون برنده هستن برن نروس بریکداون میکنن. یعنی شما میبرید آدم‌ها رو به اوج تو المپیک برن بیمار روانی از پا در میان. شما هر چیزی اندازه داره عزیز. دست من قرار این اندازه باشه نه 3 برابر این باشه. بنابراین اصلا این احساس که ما باید از بقیه جلو بزنیم و باید بریم، بله یه چیزی ما داریم به اسم strive for excellence، یه چیزی داریم به اسم کمالگرایی از کلاس اول میخوام بریم دوم، از دوم بریم سوم بریم چهارم، مشروط بر اینکه پله باشه آهسته بتونیم بریم. ما قرار نیست پرفکشنیست باشیم که کمال پرستی یعنی من میخوام از همه جلو بذارم، من میخوام از همه بهتر باشم، من هرگز کاری انجام نمیدم مگر اینکه بهترین باشه. خب در همچین دنیایی من فقط رنج میبرم. به همین جهت است که من بارها عرض کردم امیدوارم به کسی بر نخوره، من یه روزی دستم به ایران برسه معلومه مدارس تیزهوشان و باهوشان رو درشو میبندم. مثلا شما یک کتاب آمده بیرون که حتما بخونیدش، درام آف گیفتد چایلد، یعنی نشون میده که روزی که شما آدم باهوش و توانایی هستید تمام عمرتون رنج میبرید ولی 3 تا دکترا دارید، تمام عمرتون رنج میبرید ولی 15 سال از عمرتون کم کردید، تمام عمرتون رنج میبرید به همسر و بچه‌هاتون نرسیدید. خب که چی؟ آخه با اونم تازه تو راه درس. بله معلومه که در این من درس مهمه. من خودم 3 تا فوق لیسانس دارم، فوق لیسانس اقتصاد دارم، فوق لیسانس روانشناسی دارم از دانشگاه تهران، فوق لیسانس مریج فامیلی چک کانسولی دارم، دکترای جامعه شناسی، ولی هرگز یه شب امتحان درس نخوندم، ولی که برای من علم مهم بوده. پسر بزرگ من پرهام دکتراشو داره از کلمبیا لا، یعنی دکترای حقوق رو داره، MBAش رو از UCL است، PhDش برکلیه تو اقتصاد و در حقیقت به نوعی حقوق. الان هم استاد دانشگاه است، داره درس میده تو پپرداین، دوره دکترا رو هم درس میده. یک بار در تمام عمرم به اینا نگفتم درس بخون. من فقط خواستم اینا رو کتابخون بار بیارم. تنها چیزی که تو خونه ما همه جا ریخته بود کتاب، همه جا. مادرشون هم کتاب میخوند، تو اتاق خواب بود، آشپزخونه بود، کتاب ریخته بود. خود من شبا میشستم کنارشون در حالی که خسته بودم کتاب نمیتونستم بخونم، جلوی کتاب باز میکردم که اینا پدرشون رو و مادرشون رو با تصویر کتاب ببینن. بنابراین شما فرید یه چیزی نزدیک 1000 جلد کتاب رو بیشتر توی مدت 10 سال برای برنامه خودش خونده. پرهام تمام مدت نه تنها کتاب میخونه، خوشبختانه کتاب‌ها امروز روی تیپ هست و اینا رو با سرعت میذاره، با سرعت میره، یعنی و تیپ 1 ساعته رو تو 20 دقیقه میشنوه. 10,000 جلد کتابش رو خونده، کارش هم اینه، تخصصش هم اینه، بسیارم آگاهه، بسیارم باهوشه و تواناست که تو میتونی بگی. اما هرگز من نگذاشتم اینا شنبه حق نداشتن درس بخونن، حق داشتن کتاب بخونن، حق داشتن درس بخونن. اینا قرار بوده بسکتبال بازی کنن، قرار بوده فوتبال بازی کنن، قرار بوده تنیس یاد بگیرن، قرار بوده بازی‌های مختلف بکنن، قرار بوده پیانوشون رو بزنن.
قرار زندگی تنوع داره عزیز. ما نمیتونیم یه آدمایی درست کنیم. من بارها رو خط رادیو برگردم شما ناقصه و خلقه ای، یه سر بزرگی داری اما دست و پای شما اینقدره. خب همین چیز رو برای چی میخوام؟ اینقدر باید و بعدم مقایسه با کی، مسابقه با کی؟ من اومدم بهترین زندگیمو بکنم و معلومه که یکی از بهترین ها رشدی است که در زمینه علمیه، در زمینه هنریه، در زمینه فلسفیه. ولی دو چیزی که برای انسان در تحلیل نهایی میمونه دو چیزه: محبت و خدمت. محبت و خدمت، هم محبت و خدمت به خودم، هم به خودم، هم به دیگران. حالا اینکه من همینجوری دکترا پشت دکترا، من در شهری زندگی میکنم، اصلا نمیخوام وارد این بحث بشم، که بزرگترین گروه تحصیل کرده رو داره. شما آمار 2020 رو من نگرفتم، 2010 سرشماری رو بگیرید. در امریکا 28% مردم امریکا لیسانس، فوق لیسانس و دکترا دارن. 28%. ایرانیان 58% لیسانس، فوق لیسانس و دکترا دارن بر اساس آمار مرکز آمار امریکا. خب ما همچین گروهی هستیم. یه جایی مانند لس آنجلس پر بچه‌های تحصیل. بچه‌های من 30 تا دوست دارن، 30 تا دوست دور برشون هست که بیشترشون هم از دوستان یهودی هستن که دور بر بچه‌های هستن. تمامشون از بهترین دانشگاه‌های امریکا تحصیل کردن، دکتراشون رو گرفتن و اومدن تو رشته‌های مختلف و متفاوت. اما بسکتبالشون سر جاشه. پرام از برکلی پا میشه میاد حداقل ما یکی دو دفعه که فقط روز شنبه و مثلا یه شنبه بریم که با اینا بسکتبال بازی کنیم. یعنی زندگی دیگرش رو داره. قراره که جنبه‌های مختلف متفاوت زندگی رو داشته باشن. تا اینکه من سرم بنازم با این همه اینجوری میخوام برم بالا، اینکه من همه کتابای دنیا رو تو مغزم بریزم حتما خوبه، ولی مشروط بر اینکه چیز دیگر رو فدا نکنم. من قرار اهل ورزش باشم، قرار اهل موسیقی باشم، قرار اهل هنر باشم، قرار درگیر فعالیت‌های اجتماعی باشم، قرار درگیر ارتباطاتی باشم، قرار برای پدر و مادرم فرزند خوبی باشم، برای خواهر برادرم برادر خوبی باشم، قرار برای همسرم همسر خوبی باشم، برای بچه‌ام پدر خوبی باشم. من فقط دکترا دارم در سه رشته مختلف. خیلی 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 خوبه، ولی این بسیار متفاوته که فقط زندگی من این باشه. و متاسفانه ما در یه جامعه هستیم که از اون جایی که مسئله اپورد سوشال موبیلیتی در یه جامعه مانند ایران فقط از طریق تحصیلات بود، ما تمام اون دنبال بودیم که بچه‌ها به بهترین دانشگاه برن، بالاترین مدارک رو بگیرن، بهش هم افتخار می‌کردیم. هیچ عیب و ایرادی هم نداره. مشروط بر اینکه زندگی رو هزینه نکنیم، مشروط بر اینکه رنج نبریم، مشروط بر اینکه غمگین نباشیم، خشمگین نباشیم، نگران نباشیم. و الا فایده ای نداره که من این مدارک رو بگیرم ناراحت باشم. و شما اگر باش روبرو نبودید، من با صدها مورد اون زمان که کار تراپی می‌کردم روبرو بودم. استادانی که می آمدن اصلا همسر